اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک همچنان می‌فرمایند که الامراض هیبت الله تعالی من جمیع کفارت سیئاته، یعنی بیماریگری این هبه یعنی بخشش است از طرف خداوند برای کفارت گناه ها. الله حق سبحانه و تعالی با یگان بندهش یک بیماریگری دادنی شود. البته 4 فرشته را می‌فرموده است، امر می‌کرده است که از این بنده اول اشتهایش را بگیر، دوم رنگ رویش را بگیر، سوم قوت و مدارش را بگیر، چهارم فرشته می‌فرموده است که گناه‌هایش را بگیر. بعد خداوند اگر اراده باز هم تنصیحتی دادنی شود، اگر البته با همون فرشته ها امر می‌کرده است که اول اشتهاش برگردانید، دوم قوت و مدارش برگردانید، سوم رنگ رویش را برگردانید. فرشته چهارم میگفت است که خداوند آیا گناهایش را نیز من برگردانم؟ بگردنش مانم؟ میگفتم. بس خداوند نه، این بندم وقتی که من بیماری دادم این بندم رنج کشید، شکر کرد، اما صبر کرد. برای همین من اگر باز این گناهاش با گردنش مونم، از صفتی کریمیگری من نمیماند. برای همین هر بنده که بیمار شود در حالت بیماری شکر کند، صبر کند، انشاءالله خداوند اون بنده را با سبب بیماریش از گناهش پاک میکرده است. اکنون بیمار بینی کردن این یک از واجبات ایمان، از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم به حساب می رود. هر کسی که برای بیمار بینی می رود گویا که در راه جنت گشتگی با این می شده است انشاءالله. هر کس گاهی که با عیادت بیمار روید از وی البته دعا پرسید، چون که دعای بیمار مثل دعای فرشتگان البته مستجاب می شود. آدم هایی که سخت دلند، بیرحمند، همین آدم ها مصلحت ما همین که باید آنها بیشتر بیمار بینی کنند، با جنازه ها اشتراک کنند، با زیارت های قبر روند. البته قلبشان ملایم شدنش ممکن، البته با اذن خداوند. اکنون یک سوال به میان می بیاد که آیا بیمار بینی هم یک وقت معین دارد؟ بیمار بینی یک وقت معین ندارد. کدام وقتی که بیمار بینید میشد، رخصت میدهد شریعت اسلام. خواه شب بینید، خواه روز بینید، کدام وقت بینید البته بیمار ممکن. اما در فصل زمستان در شب بیمار دیدن، در فصل تابستان در روز بیمار دیدن، این البته ثواب زیاد دارد، چون که بیمار شبهای زمستان دراز، شبهای زمستان را روز کردن ارزی کمتر دشوار، یا که روزهای تابستان روزهای دراز را بیگه کردن، البته این برای بیمار این مشقت است. کمتر در نزد بیمار نشسته با وی یک همدردی کرده، صحبت کرده شدن، البته این ثواب زیاد دارد. اگر شما با عیادت بیمار یعنی با بیمار بینی رفتنی شوید، البته با آداب بیمار بینی رعایت کنید. پس اگر با آنجا روید البته در نزد بیمار بسیار نشینید، بسیار گپ نزنید، روی بیمار را دیدن نخندید یا که گریه نکنید. با طرف راستش نشسته دستش را سرش را قپیده با ملایمتی سخن کنید. یک عزیز زاد روایت میکنند که ما یک روز یک چند نفر با عیادت یک عزیز رفتیم و بسیار نشستیم. بعد از آن از عزیز یک طلب دعا کردیم. آن کس به ما اللهم علمهم آداب العیادتی، یعنی خداوند با همین آمدگان آداب بیمار بینی را تعلیم ده گفته دعا کردند. خداوند با هممان بیمار را دیدن، سیده رحم کردن، از حال برادران و خواهرانمان دائما با خبر شدن را
الله نصیب روزی گرداند. والله اعلم بالصواب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.